بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. احتمالی ماضی، تمنایی ماضی، تاکیدی ماضی. خب این 8 نوع چی معنا؟ خوب متوجه شوید. آن ماضی را گفته می شود که در ماضی شروع و تا حال استمرار داشته باشه، خلاص نشده باشد، جریان داره. مثلا خط نوشت، پارسال خط نوشته می کردین که بیادرتان آمده شما را گفت که برو برای من یک چای بیار. خودت میگی من چه خط نوشته میکردم که احمد آمد برای من گفت که یک چای بیار. یعنی خط خلاص نشد. این را استمراری ماضی میگم. امی حالا یک کس سریبان بالا میشن، برای شما آمدین و گفتین سریبان بالا نشدی، او برایتان میگه نه حالا بالا میشدم که خودت آمدی. زین آوردن کار شروع کردن از ماضی است، ولی تا خلاص نشده. ببین مطلق ماضی آن ماضی را میگن که در ماضی شروع به طور مطلق خلاص شده باشه. حرف مطلق من در پشتو یک حرف داریم که او عبارت از واو است. واو اگر در شروع آمد پس میتونیم که مطلق ماضی بگوییم. ماضی قریب که در ماضی شروع در ماضی قریب خلاص شده باشد. ماضی بعید آن ماضی را میگم که در ماضی بعید شروع بود، در ماضی بعید دور خلاص شده باشه. مثلا شما را من میگم از امسال از صنف 11 فارغ شده بودی، این در صنف 12 هستین. در کدام سال از صنف 11 فارغ شدی؟ خودت میگی من در سال 1397 از صنف 11 فارغ شدم. اگر میگفتم کدام سال از صنف 12 فارغ شده بودی، ببین فارغ شدی، فارغ شده بودی. پس خودت میگی من در سال 1396 از صنف 12 فارغ شده بودم. فارغ شده بودم برای ماضی بعید، فارغ شدم برای ماضی قریب. این پشتو خطلم بالا می شدم و خطلم بالا شدم، خطلایم بالا شدیم، این خطلایم بالا شده بودم. تغییر آمد یعنی این 4 زمان. اما امکانی ماضی که در ماضی امکانش بود بدون است. یک در ماضی امکانش بود، حالا امکان داره، استمرار داره، استمراری امکانی ماضی میگم. دوم در ماضی امکانش بود به طور مطلق در ماضی خلاص شد، حالا امکان ندارد. احتمالی ماضی که در ماضی یک کار را انجام دادی. یا این مثال هایشان چه رقم است؟ اگر پارسالم زینه موجود بودی منزل یک منزل از فرض کنید، پارسالم زینه موجود بود می بود بالا شده میتونستم، حالا زینه باشه میتونیم. ولی پارسال یک منزل بود، پارسال یک منزل بود زینه موجود بود بالا شده تانستم، ولی امسال نمیتونم. پس اما مطلق ماضی او خطلایشون بالا شده تانستم ولی امسال نمیتونیم. احتمالی ماضی که به طور احتمال یک کار شده ولی حالا به طور احتمال میگه. من میگم چند ساله بودی که داخل مکتب شدی، شامل مکتب شدی، خودت میگی من شاید 7 ساله بودم. یعنی به این معنی که چند روز پیش 7 ساله شده بودم یا چند روز پس 7 ساله میشدم. شاید کلمه میاری او احتمالی ماضی جور میشه. تمنا میکنی، تمنا کلمات تمنا میاری، ای کاش منم درس میخواندم. درس خواندن خود تیر شد، امتحانات تیر شد. اگر درس میخواندم من حالا اول نمره میشدم. کلمات تمنا میاری، تمنای ماضی جور میشه. و تاکیدی ماضی کلمه خو میاری، خو میخواندی، خو میرفتی، خو می رفتم، خو می آمدم، خو نوشته می کردم. با آوردن کلمه خو تاکیدی ماضی جور میشه. چه رقم؟ این فرموله هایشان هستند. این طرف داری، این بغل که نوشته شده است، این فرموله هاست. اگر این چه رقم جور میشه استمراری ماضی؟ مصدر که پیش براتان در جلسه پیش تدریس شد، این مصدر جمع صرفی ورستاری پسوانهای صرفی میم لام هی تی واو یا حمزه ولا یا سرگنده یا این که هستن این پسوانهای صرفی است، پسوانهای صرفی است. این مصدر این پسوان صرفی استمراری ماضی جور میکنه. این خطل پس مصدر یک میم اضافه شد، خطلم. اگر این میره پنهان کردی این مصدر بود، استمراری ماضی. واو در شروعش آمده بود دیگر استمراری ماضی بود، این مطلق ماضی.
فعلی صفت پیش گفتم یا لی میاد در آخرش یا کی. اگر لی و کی بود این خط لی آمد یعنی یم بالا شده این یم بیا شروع میشه. این من این نشانی میکنیم متوجه باشد شاگردای عزیز. این ای بیا شروع میشه یا این یا هست. اگر بیا بود ایرا فعلی صفت لی یا کی بود و یا ای پسوند بیا شروع شده بود ای ماضی قریب است. اگر پسوندی اگر فعلی صفت بود فعلی صفت فعلی صفت و ای پسوند با واو شروع شده بود ماضی بعید است. ای با افراد تکرار میشه که متکلم است، مخاطب است، غایب است، جمع است، مفرد است. ای پسوند هاست. استمراری ماضی اگر امکانی ماضی، خوب متوجه شوید، امکانی ماضی بدون عوض استمراری فعلی صفت لی ولی ای پسوند شین میاد، شین که به شین شروع میشه، ای به یا شروع میشه، ای به واو، ای به شین. شم بالا شده میتانستم. ولی اگر واو آمد بازی پسوند به شین بود یعنی استمراری امکانی ماضی بود، در اون صورت ای مطلق امکانی ماضی است. تا اینجا من خلاص میکنیم در یک کلمه. ای پسوند به چی شروع میشه؟ یا. ای پسوند به چی شروع میشه؟ واو. ای پسوند به چی شروع میشه؟ شین. ارسی حروف یک جا میکنیم. یوش، یا قریب، واو بعید، شین امکانی. کلمات احتمال، کلماتی با کلمه تمنایی کلمات میارین و خو کلمه میارین. ای در تشخیص زمان یا در تعیین کردن زمان ای بود که زمانها از لحاظ 3 نوع یا 3 بخش سوال جور میشد. اشخاص بود، مانع بود و زمان بود. تدریس شد در بل جلسه پورینو پلوی لیزال. خدای سپارم. که وقت خوشحال شید.